میشه ماشین استاسونی بریم خونمون کلا دو بود همین داخلی چی با در نزد دانشکده صنعت یک نقطه سوزشواری سورو اویل عنوان دارد. همین دو مرتبه ترکیش شد. حاضر همه شیشه های یک چند شیشه های دانشکده شکست و بسیار یک حالت وزنی اینجا دانشجوها چندین نفرش از ترس بسیار گریه میکردند و فیغان میکردند. بسیار یک حالت وزنی بود. چندین مردم به خود شدن. خداوند آخرتش بخیر کنه. حالی دودش من به آسمان برآمده ایستاده است. بسیار وضعیت بزرگ. ما همین نزدیکی بودیم، به داخل دانشکده وارد شدیم و امور را حرکت میکردیم. بسیار یک ترکشی بلند شد. کنو از تلفات جانی خبر نیست، ولی خدا کند که یگان نفر جراحت نبرداشته باشد. از همه مهم یگان نفر نفهفتیده باشد. ای کاش. لیکن بسیار یک حالت حزن‌انگیز، یک حالت بسیار دلگیر کننده و یک حالت بسیار وحشتناک. این خیلی ترکش بار اول در این خیلی نزدیکی به من رخ داد. تقریبا شاید 200-300 متر دورتر از نقطه سوزشواری بودیم که بسیار یک صدای بلند و وقتی که هر بار ترکیش میشد شیشه های دانشکده معیده میشدن و به زمین میافتیدن. خدا کند که همش خوب آخر رسد و اداره سوختار خاموش کنی ای کاش سری وقت این آتش خاموش کند که ضررش کمتر به مردم رسد. از هم مهم ضرر جانی نرسد به هیچ کس. در فکرم اینجا دیگر آتشی اساسی خاموش کرده شد. دیگر مردم هم نزدیک میشن به نزد سوزشواری نزدیک میشن. نمیدونیم که در چشم چی انتظار است، لیکن به هر حال کم نزدیک میشیم. اینقدر مردم زیاد. ما از یک چی خاطرم که قدر مردم برای چی به وای نزدیک میشن به منطقه سوختار.
شاید اینجا نگان حرکت هم شده باشد چون شاید ماشین به صدمه دوچار شده باشد یا که نمیدونم چی که مردم کسی نجات میتین اینجا خوش خوب باشد خوش همه خوب باشد خوش خوب باشد مردم خیلی نزدیک شده مردم دستی هم میکشن شلنگای ماشینای آتش خاموش کنی دست بسیار حوری مردم کار کرده شدن کمک کرده شدن به آتش خاموش کننده ها که همش به خوبی انجام یابد ما دیگر ثبت ما به آخر میرسونیم